سلام، خوبید؟ خسته نباشید. جلسه قبل گرامر درس Unit 1A Verb be singular I and you از کتاب American English Well Starter 3rd Edition ویرایش سوم رو درس دادیم. الان این جلسه تمرینات رو با هم حل میکنیم و پاسخ میدیم. Okay, part A Complete with I'm or your. خب ببینید گفته یا با I'm باید بنویسید یا با your. و نگاه به عکس بندازید همیشه اون پرانتزی که اون ابرکی که باز کرده یعنی مثلا اون داره راجع به خودش صحبت میکنه، اون فرده که داره صحبت میکنه. خب مثال اولی که خودش حل کرده گفته Hello, I'm Maria, what's your name؟ سلام من ماریا، اسم تو چیه؟ خب number 1 این پسره میگه Hi جای خالی تونی. یا با I'm باید حل کنیم یا با your. پس طبیعتا داره راجع به خودش صحبت میکنه، میگه من تونی هستم، پس میشه I'm Tony. Number 2 hello your teacher in my class. طبیعتا داره میگه hello I'm your teacher you're in my class. خود اون خانم که سنش انگار بالاتری داره صحبت میکنه، پس طبیعتا میگه سلام من معلم تو هم، تو توی کلاس منی، به دانش آموزش میگه. یا با I'm باید بنویسیم یا با your. وقتی دوتا گزینه داریم و خود سوال گفته باشه جواب بدیم، پس طبیعتا میتونیم بفهمیم. 3 in room 4 جای خالی in room 4. پس داره خودش صحبت میکنه I'm in room 4 من شماره 4م. شاید بگین خب you're in room 4 تو توی کلاس شماره 4 هم میشه. آره و این نگاه کنین به عکس داره خودش صحبت میکنه. Part 4 you're in room 3. آقای داره به خانم توضیح میده به دختره، پس میگه you're in room 3 تو توی اتاق 3 هستی. و از اونجایی که دو گزینه بیشتر نداریم یا با I'm یا با your دیگه میدونیم باید با کدوم ما بنویسیم. B. Complete with I'm not or you aren't. اینم دوتا گزینه بیشتر بهمون نده خود سوال. I'm not یا you aren't. خیلی مهمه. مثالی که زده I'm not Tom, I'm Tony. میگه من تام نیستم، من تونیم. این منفیه. Number 1 In room 5 You're in room 4. همیشه به قبل و بعد جای خالی نگاه کنید. خب بعدش نوشته You're in room 4. تو توی اتاق 4 هستی. پس طبیعتا داره میگه تو توی اتاق 5 نیستی. داره به دختر توضیح میده. فعلیمون منفیه دیگه، میدونیم باید با منفی بنویسیم. خود سوال به ما گفته. پس میشه You aren't in room 5. You're in room 4. Part 2 گفته In room 6. You're in room 7. وقتی جمله دوم گفته تو توی اتاق 7 پس داره میگه تو توی اتاق 6 نیستی. You aren't in room 6. You're in room 7. و شماره 3 گفته جای خالی مارینا I'm ماریسا که اسم من ماریساست، پس اولی میشه I'm not مارینا. خب پارت بعدی Part C. Yes, Part C make questions. گفته جملات سوالی بساز. Make questions. You're Sam. گفتیم جای فعل و فاعل رو عوض میکنیم. Are you Sam? Number 1 I'm in room 4. یعنی من در اتاق 4 هستم. حالا فعل و فاعل رو عوض کنیم. Am I in room 4? Am I in room 4? Number 2 You're Sylvia. میگه تو سیلویا هستی. تو سیلویا هستی. فعل ما آره و فاعل ما یوه. عوض کنیم میشه Are you Sylvia? Number 3 I'm in room 3. I'm in room 3. من در اتاق 3 هستم. میخواد بپرسه آیا من در اتاق 3 هستم؟ Am I. جاشون رو عوض میکنیم به همین راحتی. Am I in room 3? Am I in room 3? Part D. Complete the conversation. Use contraction where possible. میگه این مکالمه رو کامل کن و جاهایی که ممکنه از contraction یعنی شکل اون خلاصه شده استفاده کن. جایی که ممکنه باید استفاده کنی، چون سوال از تو اینو خواسته. حتی اگرم جواب درست باشه ولی تو contraction نکنی، مثلا تو امتحان همین چیزی بیاد، غلط میشه، چون تو باید از contraction چون خود سوال از تو خواسته استفاده کنی. اوکی؟ مثالی که حل کرده Hello, are you Liz? No, I'm not. I'm Maria. Number 1 جای خالی I'm in room 8.
جمله سوالی هم علامت سوال هم فاعل رو وسط آورده، پس میشه am I. با I am می آوردیم دیگه. am I in room 8؟ در جواب گفته no you جای خالی you're in room 6. وقتی اول گفته no یعنی نه، پس میشه چی؟ you aren't. الان شاید بگین are not درسته بچه ها، ولی سوال گفته جایی که ممکنه از contraction استفاده کنید، پس میشه no you aren't. Part 2 جای خالی you in room 4 سوالیه، با you are می آوردیم. Are you in room 4؟ آیا تو توی اتاق 4 هستی؟ B. No جواب منفیه. No I'm not. I'm in room 5. Number 3 You Henry داره میپرسه آیا تو هنری هستی؟ پس میشه Are you Henry؟ در جواب گفته Yes I با I چی میاد؟ am. Yes I am. Nice to meet you. الان شاید یه ده بگن خب چرا با yes I'm نمیاریم؟ مگه نگفته میتونیم از contraction استفاده کنیم؟ آره، ولی ما ویدیو قبل هم توضیح دادیم وقتی که جمله سوالی داریم و میخوایم پاسخ بدیم، پاسخمون اگر مثبت باشه contraction نداریم، یعنی yes I'm غلطه، yes I am. ولی اگر منفی بود no I'm not یا no you aren't اگر خلاصه کنیم درسته. خب و آخرین سوال 4 که نصفش نیست، جای خالی I in your class. I پس با I چی می آوردیم؟ am I in your class یعنی من در کلاس شما. B پاسخ داده yes you چی؟ مثبت جواب yes you are. گفتیم مثبت خلاصه نداریم، yes you're غلطه. yes you are. I جای خالی your teacher طبیعتا داریم که من معلم شما. I'm your teacher. اینجا دیگه چون ما پاسخ کوتاه رو دادیم و الان داریم ادامهش رو میگیم I'm میتونیم مخفف بیاریم I'm your teacher. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. خوشحال میشیم که انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون رو بهمون بگید و اگر هم دوست داشتید ویدیو ما رو لایک و چنل ما رو سابسکرایب کنید. ممنون.